بازی تو شرق تهران با اینا شروع شد. حسابی باید تکونش بدین تا طعما قشنگ با هم ترکیب بشه. آیتم مورد علاقه خودم مکنچیز که میاد روی سیب زمینی. یه سینه سوخاری شده هم میاد روی این ترکیب مکنچیز و سیب زمینیمون. محبوب ترین تاپینگ سیب لاین، سیب زمینی، هات داگ و سس آلفردو. همه ظرفای ما 2 نفر است. قشنگ پروپیمون براتون سیب بلژیکی میریزیم. اول از همه روی همه سیبامون سس مخصوص سیب لاین میزنیم. یکی از آیتمای خوشمزه‌مون بیکن چدار که با دیپ گرم چدار حسابی کامل خوشمزه میشه. پیتزا فرایز آیتم خوشمزه برای پیتزا بازا. از این سس آترالوس هم میاد رو آیتم پیتزا فرایزمون. اینم یکی از پرطرفدارترین آیتمامونه که ترکیبی از هات داگ و سس آلفردو. جدیدترین آیتم مجموعه ما بوفالو وینگزه. و اکثر آیتما بعد از اینکه نهایی میشه یه سس خوشمزه هم براتون میزنن. یه ترکیب پروپیمون از قارچ و پنیر میاد روی سیب زمینیمون. اینم از برگر جذاب سیب لاین. آیتم پپرونی ما یه سس تند بسیار خوشمزه داره. روی این سس تند هم ترکیب خوشمزه از پپرونی پنیری میاد. روش هم سس هالاپینوی تند میاد، هم سس مکزیکی که قشنگ تند و آتیشی میشی. آیتم مورد علاقه خودم مکنچیز که میاد روی سیب زمینی. یه سینه سوخاری شده هم میاد روی این ترکیب مکنچیز و سیب زمینیمون. در نهایت سس آتراروس میاد روی مکچیکنمون که میشه ترکیب برنده. و در آخر آیتم چیکن ماشروم که سینه سوخاری داره. سس قارچ هم روی این آیتممون اضافه میشه. جذاب ترین آیتما رو تو سیب لاین براتون زدیم، یکی جذاب‌تر. شما فقط این آیتم رو ببینید چقدر باحاله. و در آخر روی همه تاپینگامون زیتون سیاه داره. اینم از آبشار پنیر پارمسانمون. محبوب ترین جایی که داره سیب زمینی بلژیکی رو تو تهران میده قطعا همینجاست، با تنوع خیلی زیاد و تاپینگ‌های خیلی مختلف. آدرس رو میگین؟ آدرس ما فلک اول تهران پارس، دور میدون، جنب بانک کشاورزی.